لکن چه خبره؟ مگه اتوبوس چپ کرده؟ چی شده امسال شما گله‌ای وارد جهنم شدید لکن؟ امام گولم زدن امام. خفه لکن ری شهری بگو ببینم کی گولت زد؟ اسرائیل گفت بیا میخواهیم بریم تور مسافرتی اروپا، بعدش گفت میبرمت کانادا، بعد ویلا میدم، من هم سوار شدم، نگو میخواست منو بیاره اینجا جهنم. ای خاک تو اون سرت کنن لکن خیلی خری. اوهوی تو دیگه کی هستی؟ من آیت الله علوی گرگانیم که همین الان به دیار باقی شتافتم. شتافتی؟ مرد حسابی چرا مزخرف میگی؟ توی 90 سالگی با زور و ضرب و دعوا قبض روت کردم، بعد میگی شتافتی؟ خب بسه، حالا اون یکی دیگه کیه؟ من فقی هستم که از شوق دیدار شما به تنهایی عازم ملاقات با شما شدم. چرا پرت و پلا میگی؟ کجایی تنها اومدی؟ من تکی حریفت نشدم. یه تیم 12 نفره از برای بچه‌های بارگاه ملعوتی رو آوردم و غافل گیرت کردیم، بعد میگی تنهایی اومدی؟ امام تازه این 12 نفرم حریفش نشدم. من خودم دیدم تو بهشت زهرا داشت از تو کفم بلند میشد، کارکنان بهشت زهرا با بیل زدن خاموشش کردن. نه لکن خفه، حالا من توی جهنم این همه دیگ و اجاق از کجا بیارم لکن برای شما؟ لکن این گونه نباشد که اسرائیل فقط به آخوندا پیله کند. دلخوش به این مقدار نباش، بقیه‌شونم تو راهن. کلی از علما امامشونو در آوردن، ریششونو زدن، اما باز اسرائیل شناساییشون میکنه. چی کار کنیم امام؟ بسه، هیچ غلطی نمیتونید بکنید. معلومه که امسال همتون از آیت الله به لعنت الله لکن تبدیل میشید. ای ری شهری، ای الهی وبا بگیری، اجالتا بیا برو توی دیگ یه تنی به ای آب جوش بزن. بیا بگو ببینم از قاضیا چه خبر. لکن شنیدم چپق او حمید نوری رو چاق کردن. ولم کنید، میخوام برگردم، ولم کنید امام، کمک کنم. لکن خفه، اینقدر عز و جز نکن ای ری شهری. بسه